کنار گوش کامل پا رو جمع میکنیم داخل شکم، دست رو میشونیم و باز میشه. یک. ولی دقت کنید پا رو اصلا رو زمین نمیذارم. 3 4 5. کاملا باید سوزش رو تو عضلات شکمتون احساس کنید. این حرکت رو هم 4 ست 20 تایی انجامش میدیم. برای حرکت ششممون دمبلتون رو بردارید، دمبلتون رو ازشون میخوام که بردارین و تو دستتون نگه دارین. زانو رو خم کنید، تو این حالت بمونید. 1 2 3 4. پا رو دقت کنید رو زمین نمیذارم. 5 6 7 8. 4 ست 20 تایی تو این حالت فقط شما مکس میکنید. برای حرکت هفتم میرید تو حالت شنا ولی زانوها خمه.